با یه سری از این کشورها ما دوست بودیم دیگه. اصولا باید وقتی که به ما حمله کردن یه کمک میکردن دیگه. نکردن. و تمام این آرزوها، تمام این فلسفه‌های عالی انسانی انقلابی ما موقع عملی هست که این مملکت استقلال داشته باشه و مرز بومش محفوظ باشه. ولا اون فلان کس خواهد گفت که من پرچم تو رو از رو کشتی به زور میکشم پایین. دیگه حقیقتا این کار اینجا برسه انتحار دست جمعی بهتره، یا اینکه اگر زمامدارانی یا ملتی اینقدر بی فکر باشن که پیش بینی این روزها رو نکنن، اون ملت اصلا شاید دیگه حق حیات نداره، اصلا اجازه زندگی نداره. که این مملکت برای دفاع خودش هیچ وقت احتیاج به درخواست فرستادن یک تلگراف به نزدیکترین دوستش که خواهش میکنم به کمک ما بیایید نداشت. برای که ما دیدیم این نوع درخواست‌ها از طریق اون ممالکی که خودش نه عزمش داره نه امکانش داره که از خودش دفاع بکنه، به چه فجایع بین‌المللی منتهی میشه. اسم نمیارم، ولی مسئلهش همین امروز در دنیا در دو سه نقطه میبینید، هر روز میبینید.